معاون اول وزیر کارهای داخلی روسیه الکساندر گاراوی روز 16 اپریل در جلسه مجمعی بین پارلمانی کشورهای اسنگ از مقامات این کشورها دعوت کرد که تا 15 ایون مهاجران غیر قانونیشان را از روسیه بیرون بکشند وگرنه روسیه مجبور بشود که دست به چاره‌های جوابی زده حتی مرزهایش را ببندد. همکسبان، من میخواهم به شما با یک خواهش مراجعت کنم. شماره بزرگ از شهروندان شما که امروز در کشورهای من قرار دارند غیر قانونی در اینجا به سر میبرند. اگر ما این مردم را طبق فرمان پرزیدنت تا 15 ایون بیرون نکشیم، این مردم میتوانند مجازات شوند و حتی از روسیه بیرون انداخته شوند و مرزها بسته شوند. اظهار داشت گاراوی. خطاب به اهل جلسه و از مقامات کشورهای اسنگ خواست برای حل این مشکل مطبوعات و بلاگرهای محلی را هم جلب کنند. گاراوی وعده داد که تا 15 ایون نسبت به مهاجرانی که در روسیه غیر قانونی قرار دارند یگان خیل جزا استفاده نخواهد شد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از آغاز پاندمی در بهار سال 2020 فرمانی برآورد که طبق آن شهروندان خارجی که به سبب پاندمی کرونا ویروس در روسیه درماندند می توانند بدون مشکل اینجا بمانند. این فرمان پوتین هر 3 ماه تمدید کرده می شود و بر اساس فرمان آخرین او زمان بود و باش بدون مجازات مهاجران خارجی در روسیه تا 15 ایون تمدید کرده شده است. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی روسیه در حال حاضر در قلمرو کشور بیش از 1 میلیون از شهروندان کشورهای اسنگ غیر قانونی قرار دارند، از جمله 332,000 شهروندان ازبکستان، 247,000 شهروندان تاجیکستان، 152,000 شهروندان اوکراین، 120,000 از آذربایجان، 115,000 نفر از قرقیزستان، 61,000 شهروندان ارمنستان و 49,000 نفر از قزاقستان. جمع مهاجران خارجی در روسیه را حالا بیش از 2 میلیون نفر رقم میزنند. تا شروع پاندمی در روسیه بیش از 10 میلیون مهاجر خارجی از جمله بیش از 1 میلیون نفر از مهاجران تاجیک کار و زندگی میکردند. طلب بیرون کشیدن مهاجران خارجی از روسیه در حالی است که از 1 اپریل روسیه به پروازهای هواپیماها از تاجیکستان اجازه داد و مقامات مسکو اخیراً اعلام کردند که به دلیل کمبودی نیروی کاری در ساختمان‌های پایتخت روسیه می‌خواهند نمایندگی مرکز مهاجران سخاروف را در تاجیکستان هم تأسیس بدهند.